اول شما. اومد خودش. من کارهای خطرناکتر از اینم توی مالدیو کردم این چیزا واسه من بچه بازیه. بین تو، پانی و سیما این آویزونا چیزی نیست. بفهمید. من شک داشتم وارد این ماجرا نمیشدم. فردا حاضر میدم. بله. انشالله دفعه بعد همه با هم. سماوات میخوام یه کاری کنی وقتی برگشت نهای نفس کشیدن نداشته باشه.